السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. من خواهرتون از تاجیکستان میخواستم از برنامه خوب شبکه جهانی صالحان سپاسگزاری بیان کنم و همه شما خدای بزرگواری شبکه های توحیدی الله مهربان ثابت دنیا و آخرت را نصیب کند و الله مهربان شما را حفظ کند و هرگز بیماری بزرگوارمان سلیمانی را الله مهربان شفای کامل نازل بیاد و حفظشان کند و نگهبانشان باشد و با همه شما خدای بزرگوار شبکه های توحیدی ثابت دنیا و آخرت را آوردم. الله مهربان در جنت در پیامبرمان صلی الله علیه و سلم بسیار برد که الله ارجاممون را جمع گرداند. اللهم آمین. جزاک الله خیر از خدای بزرگوار. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته.